سلام، به کانال الگو ترید پس خوش اومدید. من مهدی هستم. اینجا قراره یاد بگیرید چطور ترید رو قدم به قدم و اصولی شروع کنید. خیلی ها ترید رو با سرمایه گذاری اشتباه میگیرن. توی این ویدیو کوتاه میخوایم ببینیم اصلا ترید چیه و چه فرقی با سرمایه گذاری داره تا بدونیم دقیقاً از کجا باید شروع کنیم. اول بیایم یه تعریف ساده‌ای از سرمایه گذاری بگیم که تقریباً هممون باهاش آشنا هستیم. سرمایه گذاری یعنی خرید یک کالا، نگه داشتن اون و فروختن اون توی یک زمان مناسب که در نهایت منجر به سود بشه. اما ترید به طور کلی یعنی انجام یک معامله روی ارزش اون کالا، نه خود اون کالا. یعنی چی؟ یعنی شما توی ترید کالایی خریداری نمی‌کنید و فقط روی تغییرات قیمت اون کالا معامله باز می‌کنید. در ادامه این موضوع رو بیشتر بازش می‌کنیم تا درک بهتری ازش داشته باشید. ترید یه تفاوت‌هایی رو با سرمایه گذاری داره که در ادامه به یک سری از اونها اشاره می‌کنه. در سرمایه گذاری شما خود کالا رو خریداری می‌کنید و یک معامله در لحظه باز و بسته میشه. یعنی یک معامله خرید باز می‌کنید و کالا خریداری میشه و اون معامله خرید شما بسته میشه و کالا در اختیارتون قرار میگیره. اما در ترید شما روی ارزش یک کالا معامله باز می‌کنید. به زبان ساده معامله در ترید ارائه یک سندی است از تغییرات قیمت یک کالا که اگر تغییرات قیمت کالا طبق سند شما پیش بره شما سود میکنید و اگر برعکس پیش بره شما ضرر میکنید. یعنی شما یک سندی ارائه میدین که فلان کالا میخواد چند واحد رشد کنه قیمتش یا چند واحد قیمتش بیاد پایین و زمانی که بازار طبق سند شما پیش بره بر اساس یک سری محاسبات شما سود میکنید و اگر برعکس پیش بره شما ضرر میکنید. شما توی ترید میتونید روی ارزش چیزهای مختلف معامله باز کنید، مثل انواع سوخت‌ها یا انواع سهام شرکت‌ها یا ارزهای مختلف. اما در سرمایه گذاری شما خود اون کالا رو خریداری میکنید و هر زمانی که خواستید اون کالا رو برای فروش ارائه میدید تا یک خریداری پیدا بشه و کالاتون رو بخره. یه مثال ساده از ترید براتون بزنم. مثلا در ترید وقتی داریم روی دلار و یورو معامله باز میکنیم یعنی داریم روی ارزش یا اختلاف قیمت این دوتا ارز معامله باز میکنیم. در اصل نه دلاری خریداری میکنیم نه یورویی خریداری میکنیم. حالا تفاوت این موضوع با سرمایه گذاری چیه؟ در سرمایه گذاری شما نمیایین روی ارزش این دوتا یا اختلاف این دوتا معامله باز کنید. شما میایین یا یورو میخرید یا دلار میخرید و قیمت اینها که تغییر کرد اونها رو میفروشید. ترید خیلی جذاب و معمولا ریسک بالاتری هم داره. برای همینه که مدیریت احساسات و مدیریت سرمایه در ترید خیلی مهم میشه و باید حتما رعایتش کنید. اما توی سرمایه گذاری اینطوری نیست. یعنی سرمایه گذار کمتر نگران سود یا ضرر روزانه یا ساعتی خودشه و معمولا پلن‌های بلند مدت تری داره. خب سوال پیش میاد با این تفاوت‌ها با این ریسک بالا پس چرا خیلی‌ها میان ترید رو انتخاب میکنن؟ خب باید بگم ما اکثر انسان‌ها ناخودآگاه دنبال رشد یهویی هستیم و فکر میکنیم این رشد با ترید انجام میشه. بدون برنامه ریزی، بدون مدیریت سرمایه و احساسات نه اصلا قابل انجام نیست. برای شروع ترید بهتره یک سری چیزها رو از قبل بلد باشی یا باهاش کار کنی. مثل مفاهیم اولیه ترید که بدونی اصلا ترید چیه، چه فرقی با سرمایه گذاری داره، بازارهای مالی چیه، انواع بازارهای مالی چیه. مورد دوم میشه آشنایی با مدیریت سرمایه که باید بدونی اصلا سرمایه‌ای که قراره باهاش معامله بزنی، معامله باز کنی، در حین معامله، قبل از معامله و بعد از معامله باید چطوری مدیریتش کنی. مورد سوم میشه آشنایی با مدیریت احساسات در ترید. شاید فکر کنید خیلی چیز پیش پا افتاده‌ایه ولی در اصل خیلی مهم و اهمیت بالایی داره. چون باید بدونی قبل از معامله، حین معامله و بعد از معامله طبق احساساتی که داری چه رفتارهایی رو باید انجام بدی. مورد بعدی میشه ژورنال نویسی و مورد آخر هم میشه تمرین با استفاده از اکانت‌های دمو. دو مورد آخر یعنی ژورنال نویسی و تمرین با حساب‌های دمو اهمیت خیلی بالایی داره. ژورنال نویسی برای اینکه بدونید چه اشتباهاتی رو داشتی و از اون اشتباهات درس بگیرید و تمرین با حساب‌های دمو برای این هستش که شما استراتژی هایی که دارین و یا تجربه هایی که دارین رو با حساب‌های دمو جلو ببرید نه با اکانت‌های واقعیتون. در ویدیوی بعدی میایم در مورد بازارهای مالی و انتخاب درست بازار صحبت می‌کنیم.
اگه دوست داری ترید رو اصولی یاد بگیری کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو دنبال کن.